بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدرستی که آنچه که مشروع است برای یک مسلمانی که قادر و توانایی دارد در روزهای نحر، روزی عید قربان و ایام تشریق، روزی 11 12 و 13، از آن چیزهایی که به الله عزوجل نزدیک میکند، این با توسط قربانی کردن است. به توسط قربانی کردن است. و قربانی کردن در شریعت از آن چیزهایی که ذبح کرده می شود که از بهیمة الانعام باشد، از بهیمة الانعام در روزهای نحر و همچنین روزهای ایام تشریق، همچون تقرب به سوی الله عزوجل. یعنی قربانی این همچون تقرب شدن به الله عزوجل می باشد. قرب و خون را برای الله عزوجل رساندن یک نوع از بزرگترین عبادت است که به توسط این انسان به الله عزوجل نزدیک می شود. و یک از سنت های مؤکده است، چون که و یک از سنت های مؤکده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادند و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل را انجام دادند. و یک از سنت های مؤکده است و عملی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و همچنین از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سلف صالح رحمه الله. و الله عز وجل می‌فرماید که فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، یعنی که فقط تنها برای الله عز وجل نماز بگذار و فقط تنها برای الله عز وجل قربانی بکن. ابن کثیر رحمه الله فرماید که المراد بالنحر ذبح المناسک، مراد از نحر این قربانی کردن است. و همچنین این عمل از فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، چون که حدیث در صحیح بخاری و مسلم روایت انس بن مالک رضی الله عنه میگوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق علیه. بله، از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی کردن دو گوسفندی که یعنی که علبله بدن و شاخ داشتن و با دستان خود ذبح کردن و بسم الله گفتن و تکبیر گفتن، بسم الله الله اکبر گفتن و پایشون را بر گردنشون گذاشتن به خاطر راحت بدن همون حیوان و قربانی است. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این چیز امر کرد و فرمود که من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخرى مکانها، هر کسی که اگر قبل از اینکه نماز عید خوانده بشود اگر که قربانیش را قربانی کرد، پس در عوض او باز قربانی دیگر انجام بدهد. زیرا که از شرط های قبولیت قربانی است که بعد از نماز عید باشد. اما کسی که اگر قبل از نماز عید قربانی کرد، پس او حلال است گوشتش، ولیکن او یک چیزی که گوشت است و او قربانی نیست. و من لم یذبح فلیذبح بسم الله، و هر کسی که اگر ذبح کردگی نیست فلیذبح بسم الله، و هر کسی که اگر قربانی کردگی نیست پس قربانی بکند، یعنی بعد از نماز عید با بسم الله گفتن. و همچنین قربانی قبول نمیشود الا مگر اینکه از بهیمة الانعام باشد، چون که الله عز و جل میفرماید که ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. و بهیمة الانعام این شتور است و گاو است و گوسفند و بز است. و افضل ترین چیزی که انسان قربانی میکند و به توسط او به الله عز و جل نزدیک میشود این از شتور است و بعداً از گاو است و بعداً از گوسفند است. شریک شدن در شتور است و شریک شدن در گاو است. و آنچه که برای فضیلت عید دارد میکند که اول شتور است و بعداً گاو است و بعداً گوسفند است، حدیث ابو هریره است که در رابطه با فضیلت زود رفتن به نماز جمعه است، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه، هر کسی که در روز جمعه غسل کرد، غسل از جنابت و اینکه به بر وقتی رفت، گویا اینکه به توسط یک شتور به الله عزوجل نزدیک کرده است، یعنی یک شتور قربانی کرده است. و بعد از او ذکر میشه کسی در ساعت دوم رود بعدن گاو است، کسی که در ساعت سوم رود گویا اینکه یک گوسفند را قربانی کرده است. پس این دلالت بر فضیلت قربانی کردن اولا در فضیلت این شتور است و گاو است و بعداً گوسفند است. بله، و همچنین در شتور این بیشتر لحم است، بیشتر گوشت است و نفع‌دارتر برای فقرا است و همچنین پولش یعنی که قیمت‌تر است و هر جنسی که پولش قیمت‌تر باشد و همچنین فربه‌تر باشد او فضیلتش بیشتر است، بنابر قولی الله عز وجل که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی که تعظیم کرد شعائر الله عز وجل را پس همون از تقوی قلوب است. بدون شک کسی که به همین نیت انجام داد و افضل ترین شیء و افضل ترین چیز را گرفت، همون اندازه شعائر الله عز وجل را تعظیم کرده است و بدون شک قربانی کردن از شعائر الله عز وجل است. و همچنین مثلا دیگری که در باب قربانی کردن است و اون است که یک نفر در قربانی کردن از تن خودش و از اهلش از بز و گوسفند کفایت میکند، چون که حدیث بر روایت ابو ایوب است در سنن ترمذی که کان الرجل فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یضحی بالشاة عنه و عن اهل بیته فیأکلون و یطعمون، این یک نفر در
عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی میکردن با یک گوسفند یا که باز از سن خود و از سن اهل بیتش و از اون میخوردن و همچنین باز طعام میدادن. و همچنین جایز است قربانی کردن به شتر و گاو یک نفر از سن 7 نفر، چون که حدیث بروتی جابر رضی الله عنه میاد که نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الحدیبیه البدنه عن 7 والبقره عن 7. جابر رضی الله عنه میفرماید که ما قربانی کردیم با همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سال حدیبیه که سال 6 هجری بود، شتر رو از سن 7 نفر و گاو رو از سن 7 نفر. و همچنین شرط است در قربان کردن اینکه اون سنی که شریعت او را اعتبار داده است به اون سن برسد. پس جایز نیست قربانی کردن با شتر الا مگر اینکه 5 سال را تکمیل کرده باشد و در 6م سال داخل شده باشد. و همچنین جایز است قربانی کردن با گاو قطعی تو زمانی که 2 سال را تکمیل کرده باشد و در سال سوم داخل شده باشد. و همچنین جایز است قربانی کردن با بز تو زمانی که 1 سال را تکمیل کرده باشد. و همچنین جایز است قربانی کردن با گوسفند زمانی که 6 ماه را تکمیل کرده باشد، چون که در حدیث صحیح مسلم ذکر می شود. و اما دیگر از احکام قربانی که شخصی که میخواد قربانی بکند و او را متوجه باشد و همین است اینکه یکی از شرط های قربانی این است اینکه قربانیش صحیح نمی شود الا مگر اینکه از عیب هایی که در حدیث ذکر شده است از اون عیب ها پاک باشد. یعنی او حیوانی که او را انتخاب کرده است که میخواد که او را قربانی بکند بعد از عیب هایی که در حدیث ذکر شده است از اون عیب ها بعد که پاک باشد. اولا اینکه کور نباشد، اولا اینکه کوری آشکاری که هست اما بیماری نداشته باشد. اما اگر که کوری که غیر آشکار است هیچ باکی نیست. دوم شرط در قربانی که یک شخص قربانی میکند این است که همون حیوانی که او را انتخاب کرده است کور نباشد. و دوم شرط که شخصی که قربانی میخواد بکند حیوانی که انتخاب کرده است او باید که لنگ نباشد، لنگ آشکار نباشد. لنگی که لنگش آشکار باشد از این نباشد تا جایی که حتی نمیتونه اینکه راه برود. و اما لنگی که کم باشد باکی نیست. و همچنین مریضی واضح و آشکار نباشد، مریضی واضح و آشکار نباشد. مریضی که سبب فساد امو گوشتش میشود این گونه نباشد. اما مریضی که واضح و آشکار نیست هیچ باکی نیست که او را قربانی بکند، باکی نیست. و همچنین هر عیبی که از این دبوس بیشتر و زیادتر است مثل که کور باشد یا اینکه پاش قط باشد و شکستگی باشد امثال اینها همچنین به قیاس کرده میشود و کفایت نمیکند یک نفری که اینها را قربانی بکند. و دیگر از شرط های قربانی و از احکام و مسائل قربانی و همین است که وقت ذبح را باید که به نظر بگیرد. وقت ذبح کردن قربانی بعد از نماز عید است. در هر شهری که نماز میخواند وقتی که میبیند که مسلمان ها نماز خواندن و نماز عید میخواند بعد از آن میتوند اینکه قربانی میکنه. و الا اگر که کسی که پیش از نماز عید قربانی کرده پس قربانیش صحیح نیست. و همچنین دیگر از مسائل قربانی است که وقتی که شخص میخواد که قربانیش ذبح بکند بسم الله بکند. واجب است اینکه بسم الله بکند و همچنین مستحب است اینکه همراهی بسم الله الله اکبر بگد و همچنین نامش را و از کسانی که از تن او ذبح میکرد بگیرد، چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسم الله گفتن که اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد، چون که حدیث صحیح مسلم است که بار الهی قبول بکنه از محمد و آل محمد و همچنین از امتی محمد صلی الله علیه و سلم. و همچنین از مسائل و احکام قربانی امین است که سنت است اینکه شخصی که قربانی میکند از قربانیش بخورد و همچنین با اقارب و نزدیکا و همسایه و فقرا و دیگر از دوستان میتونه که با اونها تقسیم بکند و بدهد. و همچنین سنت امین است که قربانیش را به 3 قسم تقسیم بکند، چون که الله عز و جل میفرماید که فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر، یعنی شما بخورید و همچنین شخصی فقیر و ناچار و همچنین کسی که مستمند و نیازمند است برای او بدهید. پس از 3 حصه یک حصه از قربانیش را به خودش میگذاره برای ذخیره و یک حصه دیگر را میخرد و یک حصه دیگر را به فقرا و مساکین و کسانی که نیازمند هستند به اونها صدقه میکرد و تقسیم میکرد. و همچنین دیگر از مسائل قربانی که هست و همین است اینکه صاحب قربانی براش جایز نیست اینکه قصاب را از همو قربانی حقش را حق قصابیش را بدهد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که چون که حدیث بروتی علی میاد که امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اقوم علی بدنه و ان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه امر کرد من را اینکه قائم بشوم برای قربانی کردن شتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین صدقه بکنم گوشت او را و پوست او را و همچنین تمام اولاق و چیزی که از همون شتر هست و همچنین ندیهم قصاب را از همین قربانی. پس میفرماید که قال النبی صلی الله علیه و سلم نحن نعطیه من عندنا،
که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که ما میدهیم را از نزد خودمون، یعنی به این معنی اینکه حق شخص قصاب از قربانی داده میشود، بلکه از جیب خود و از مال دیگر حقش داده میشود. و همچنین جایز است اینکه برای شخص قصاب صدقه بکند و اگر که فقیر باشد و نیازمند باشد یا اینکه هدیه از همین گوشت براش بدهد، هیچ باکی نیست. نه به خاطر حق قصابیش دادن، بلکه به خاطر همین صدقه برای فقیر و یا که هدیه دادن برای یک شخص میتونه اینکه بدهد. و همچنین جایز نیست اینکه گوشت قربانیش را بفروشد، بنابر حدیث علی رضی الله عنه که قبلا بیان کرده شده. و این مسائل مختصر در باب قربانی طلب میکنیم که الله عزوجل قربانی هر یک ما و شما را الله قبول بفرماید و الله عزوجل حسنات را الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال من و شما الله عزوجل ثبت بکند و الله عزوجل به توسط قربانی که مسلمان ها انجام میدهند و من و شما انجام میدهیم سبب نزدیکی به الله عزوجل بشود و الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما قبول بفرماید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.